یه چیزی بگی من یاد بگیرم ازتون الان. شما یه پندی به من بده. اگه یه کسی اشتباه کرد بعدتون عذرخواهی کرد ببخشینش. اگه دوباره اون اشتباه تکرار کرد و دوباره عذرخواهی کرد بازم ببخشینش. اگه 3 باره اشتباه شد، اگه 3 باره اشتباه کرد و بازم عذرخواهی کرد بازم ببخشینش. و اگه 4 باره اشتباه کرد و بازم، چون وقتی آدم اشتباه میکنه چه کار دیگه جز عذرخواهی میتونه بکنه. و اگر ما نبخشیمش دیگه تمومه. آفرین. عجب چیزی به من یاد دادین. عجب چیز مهمی به من یاد دادین. من میگم بخشیدن لطفی است به خود نه به دیگران، با شعار این که اگر او لایق بخشیدن نیست من مستحق رها شدن هستم. میتونیم آدم ها رو ببخشیم. نکته اینه که ما فکر میکنیم بخشیدن لطف کردن به دیگرانه. خیر، بخشیدن لطف کردن به خودمونه. آیا علی خانی وقتی کسی رو نمیبخشی تو دایره ذهنت زندانی میکنی. زندانی جا میخواد، ملاقاتی داره، غذا میخواد، از ما انرژی میبره. ما با فکر کردن و دندونامون رو همدیگه فشار دادن اونو تغذیهش میکنیم. مردم خسته نشدید؟ نمیخواید بارا رو بذارید زمین؟